زندگی خوب داریم. به من هم خیلی اولی بهترین داده است. همین دوره که ما استودنت بودیم پدر ما 7 سال جاگهی بود. سوار خود بسیار احترام کردی و گپای وی گوش دادی، وزبینی کردی، زندگی رو پیشتر میبری. داماد رفتنی میشه میگه بچه‌م مرا دیدی؟ پس ما بخیر کافه شهوار رو میگو. زندگی تو بخواب میگو. جوانای حاضر اون صبری که ما داشتیم اینا ندارن. یه چیزی ناچیز قطعی به درجه خانواده میبینن. خونه بیکمبودی هیچ محل نمیشه. چگونه پیشواز گرفتم شوهری که از کار مونده شدم. احترام نباشد، عشق محبت نباشد و خانه پیش نمیره. رشک بسیارتر آدم به جنگ جنجال میاره. ما اهل ایجاد برنامه این نوبت تصمیم گرفتیم که به خاطر واخوری و صحبت با چهره های نوبتی برنامه فرهنگ اویله‌داری راه پیش بگیریم به شهر نورافران یعنی نارک. همان نارکی که با بحر کبوتش شهرت جهانی دارد. اویله مکان آسایش است و آرامی و آسودگی آن از هر یک اعضای خانواده وابستگی کلان دارد. هر یک اعضای خانواده حقوق دارد که در محیط آرام و آسوده و خوشبختی خانواده عمر بسر برد. حرکت توسط راه‌های هموار و تماشای طبیعت بهشت آسای دیار که ثمره استقلالیت کامل کشورند ما را به زندگی پرنشاط و اویله و اویله داری باز هم دلگرم میکرد. میگویند که دل را به دل ره است و محض همین راه ها ما را به منزل قهرمان های برنامه من میرسانند. ما مهمون اویله گشتیم که حیات شایسته شان برای نوخانه‌داران امروزه مکتب زندگی است. رحمت الله قاسمов با زوجه مهربانش حفیظ قاسمова طول 50 سال حیات استوار دارند. ما با احترام وارد خانه با محبت ساخته آنها شدیم. صحبت ما با قصه های زندگی این اویله آغاز شد. اولین واخوری ما با اویلمون روز نکاح صورت گرفته بود. این سال 76 در شهر قرغانتپه. همونجا ما یکدیگر دیده بودیم. انتخابی پدر و مادرم بود. جاشون جنت کند. آنها در انتخاب خطا نکردند. از روز یکم ینور توی ما بود. خانه آمدیم از سال 77. ما تا حاضر زندگی داریم. زندگی خوب داریم. به من هم خیلی اولی بهترین داده است. اون حواسایی که در بچگی داشتم گفتم هم یک زنی خوب بغلتر خانه کنیم، در کنیم، فرزند کنیم. من صاحب اول 6 فرزند خیلی یک تاش گذشت، صاحب 5 فرزندیم. همه فرزندام خانه درشون علاوه است، زندگی مستقلانه دارن. دو تاش نزدیک من، یک تاش قدیم، فقط جای خوبشون بالا که دیگه همه یک جایی هستیم. من نویرا در پیشم. ما آموزشگاه پداگوژی قرغانتپه رفتیم تا حال یک لیسه پداگوژی نام کردیم. وقت آموزشگاه بسیار با قدر بودیم، هر کس هم داخل شده نمیتوانست. همین دوره که ما استودنت بودیم پدر ما 7 سال جاگهی بود. همه دوش زندگی به دوش مادرم بود. خانه مادرم شدیم، خانه در کردیم. این اویله نمونه نه تنها بهر پیشروی فرزندان بلکه بهر موفقیت های نبیرگان و تعلیم و تربیه آنها نیز سهم گذارند و تاکید بر آن میکنند که مطالعه کتاب های زیاد امروز راهنمای زندگیشان گشته است و نبیره هایشان را نیز برای کتابخوانی و دوست داشتن آن روانه میکنند. ما سابق آموزگار بودیم و در تعلیم و تربیه همین نبیرها ما قطعی بیش حصه گذاریم. برای که پدرشون مادرشون کار میکنن. من از نبیرها راضیم چون که همش در المپیاد اشتراک میکنم. من به نزدیکی در المپیاد زبان روسی 3 نبیرم اشتراک کرد. شهر کلوب خودم بردم. حواسمند که همین روام همین المپیاد چه دوره‌ای که ما کار میکردیم و المپیاد بسیار وزبین میگذشت. اینم از دور پیشتر قینتر بوده است. هر کسی دانش دارد همین صاحب جو شده است. ما همین بچه بودیم تا که گوهری ما کتاب بود. ما در خانه 11 نفر بودیم. کوهستان مادر از قفای زندگی و خیلی پخت و پز تا سری هم آدم
کتاب بود یا گلستان سعدی بود یا بهارستان بود. من یک کتاب بودم. فقط پدر و مادر جاشون جهنت کند. خیلی مادرم هم کار میکرد، پدرم هم کار میکرد. 11 نفر خواندن کار آسان بود. ما بعد کلان شدیم، 3 تا استودنت بودیم، خواندیم. شرایط ما بسیار در وضبین بود. وضبین که ما پالتا چراغ داشتن، درم چراغ کتاب میخوام. پدر و مادرمون مجبور میکرد، میگم خوانید آدم شوید. به همون بیسوادیشون، به همون دورشون نگاه نکرده، همون دوربین بودن. ما هم 7 تا دادر بودیم، 7 تا دادر همون معلومات اولی گرفتیم. همه زحمت‌های پدر و مادر بود. محیط آرام و آسوده، پاکیزه روزگاری و خوشبختی هر یک خانواده از زن مادر وابسته است. حفیظه قاسمова از زمره آن زن‌هایی است که محض با همین خصلت‌های نجیبش محیط عائله‌داری سالم را نگاه داشته است. همسرش رحمت الله قاسمov نیز موفقیت‌های عائله‌داری را از دستگیری‌های پیوسته همسر مهربانش می‌داند. اگر در عائله بسیار حصه گذار، اصلا در عائله ما همین مادر است، عائله است. ما سرچشمه تعلیم هم سرچشمه تعلیم، هم تازگی، هم سرچشمه زندگی را بردن. ما به کدام درجه رسیدیم؟ از دست همین عائله رسیدیم. چون که ما از خانه بیرون بودیم، اما دوره خیلی وضبین بود. یک کرتا یک بروک داشتم، پوشیده میرفتم، شب همه رو میشوست، میگم تو میگم پگو با همه رو تازه میگفتن یکم بار ما ندیدیم که لباسی تو افلاس باشه، غژ باشه. یعنی همین کوشش میکرد که عائله‌اش همین نمونه باشد، کسی گپ در حق عائله گپ نزند. سخت مهنت میکردم. 50 سال زندگی کردم. 3 مراتب من در کنکورس عائله بهترین 15 ماه که روز جشنگیری است، هم در شهر هم در ولایت اشتراک کردیم. ما مشاهده میکنیم که جدا شدن عائله‌های جوان اهل جامعه را بسیار نگران میکند. 50 سال میشود که حیات عائله‌داری خوب دارین. انا همین سری خوشبختی در چی است مادر عزیز؟ وقتی که زن وضبین میشود، زن گوشگون میشود، زن با احترام میشود. سوار خود بسیار احترام کردی، و گپای و گوش دادی، وضبینی کردی، زندگی رو پیشتر میبری. اگر به یا طاقت نکردی، زندگی هیچ وقت پیشرو نمیشود. البته یعنی که بنیاد عائله سالم همین عزت و احترام است. شوهر است. در کارخانه مرا سوال میدادن برای چی شما جنگ نکردید؟ گفتم ما همدیگر رو نمیدیدیم. من سمیه نمیرفتم، من سمیه نمی اومدم، این کار میرم، می اومدم این خانه نیست. ما همدیگر قریب که نمیدیدیم. اون وقتا از پشت زندگی، از پشت ریسک و روزی، تعلیم و تربیت فرزندان بند بودید. ما که نفهمی رو نفهمیدم هیچ وقت. خیلی کردم در این 50 سال این طرف اومدم و یک روز گذاشتم. مردی بسیار با احترام است. دوباره دیگه خودم این اینستیتوت بردم شد، گفتم بخون مرا این اینستیتوت بیا داخل شد. دنیا اگر داخل شدم هر دوم زندگی پیش بردن فرزندا در کفا میمونن. بله. یوب که ما فرزندا رو پیش میبرم تو پیشتر رفتن. یعنی سرچشمه تعلیم و تربیت فرزندان از مادر آغاز می شود. شبانه هم درس میداد می اومد برای زندگیمون پیشتر بریم. پدر و مادر رو غم نکنیم. با خودمون هر دومون زندگیمون رو پیش بردیم. همدیگر فهمیدیم، فرمایی همدیگر باشه زندگیت خوب میشه، صاحب همه چی میشی. همین یک خسکافت صاحب چقدر چیزا میشی. احترام نکردی زندگی عائله هیچ وقت پیشروی نداره. پیش نمیره. نوستوره. من یکمی تشت کار میکردم. این در سیمی تشت ایگرانو کار میکردم. من یکم مدیسین کار میکردم. همه جا بخوریمون بعضی میشی. مرا میگفتن چقدر ما عبید میمونم اوقاخری عبید میخوردم بیره همه قواخری داشتیم دیگه باشه میشید با هم دیگه نمیدیدیم. من سمین کار میکردم ایو باشه بانو بود کار دیگه میکردن. من سمین نمیرفتم، از سمین نمیومدم. یو نیستن زندگی به مشکلی نمیشه، به کمبودی نمیشه. همه رو باید که زن پوشانه ده پیش برای زینه باید مرد برای را پیشتر. سبب‌های نااستواری عائله‌ها و پراکنده شدن آنها خیلی زیادند و در مورد پریشان شدن بعضی از عائله‌های نوبنیاد این زن و شوهر مهربان و موفق چنین اندیشه دارند. پدر و مادر رو تربیت نکردند با عائله‌داری. شور پدر و مادر رو تیار کردگی نیستند. میبخشند منم پدرم مادرم کسی رو گنده کرده نیستن. همین همه چی از عائله وابسته است.
4 تا خواهر داشتیم. خانه پدرم خبرگیر میومدن. من همه رو قیاس میکنم. داماد رفتنی میشه میگه بچه من رو دیدی؟ پس ما بخیر کافه شهوار رو برام میگو. زندگی تو بخوام میگو. همین تربیت بوده است. هم کپیدن هم صاحب گودک نبیرو اویر شدن. در استواری اویله ها بیشتر سهم والدان، سهم پدر و مادران است و امروز که شما همچون رئیس محله کار و فعالیت میبرید، کدام سبب هایی هستند که نااستواری اویله ها رو به وقوع میارد؟ اویله هایی هستند که در کاری همین اویله های جوان خوش میشن. خبر روز نتونست فقط یاد میگیره. یاد تو هم مادری جوانای حاضر اون صبری که ما داشتیم اینو ندارن. اینو در یک چیزی تیار آمده اند. نان تیار، آب تیار، لباس تیار. ما یک هفته که داده بودیم لباسمون رو به نوبت بپوشیدیم. بعد به قدر زندگی میرسی. اینا همه چی تیار آمدن که وقتی که تو من یک کمبود شمیگه و برای بهبودی میگه ساعت 2 3 شب میرم این خیلی اویلم شاید زنده بدون بکنم میرم یک چیزی ناچیز قطعی به درجه خونکریتی میبینم. یک چیز ناچیز ایده 4 5 اویله در یک جا رنگ اپو خواهرم نه که یک دیگر فهمی میکنن کمبودی خونه بری خونشون پوشیدگی است. این از تربیه همون خانواده وابسته. مادری حلیم و مهربان و بانوی آرام طبیعت حفیظه قاسمова از دوره‌های قدم‌های نخستین به حیات اویلوی گذاشتن با یک دلگرمی و صمیمیت حرف میزند. ما که در کوهستان زندگی میکردیم، ما که از شهر بودم، اینا در کوهستان اینا چی داشتن؟ چراغ داشتن. چراغ ما تازه کردن نمیتونستم. کوهستان کورس کرده او نمیتونستم پیچ کدالو میکردن. نه که همه رو آیسته خشتمانو یاد گرفتم. ساعت چند میخواید از خوب؟ چون وقتا ساعت نبودم. ساعت نمیفهمیدیم. نیست بیشتر بود. انا ما کار خونه میکردم. گو می‌دوشید؟ گو جوشیدن یاد گرفتم. همه‌اش یاد گرفتیم. فقط یک دوغ کشیدن یاد نگرفتم. نتونستم. دیگه خشتمانو هیچی نمیگفت. میگفت که کارات معقوله. این شرایط مشکلی زندگی هرچند بود ولی شما استوارانه زندگی به سر بردید تا این دم 50 سال می شود که حیات اویله‌داری خوب دارید و به جوان‌های امروزه به کلین‌های امروزه چه گفتنی ها دارید؟ چه توصیه ها دارید؟ کلینا طاقت کنن اگه به همین کم بود خونه بی کم بود هیچ محل نمیشه زندگی هر چندم که کار کنی تو بی کم بودی نمیشه خونه همو در طاقت کنن و کار کنن خیچون نه کلانو طلب کنن مهنت کنن در کار ما شب روز کار میکردیم صاحب همه چی شدیم صاحب خانه داری بسیار شدیم. خب در مانند اینم احترام نسبت به شوهر غمخوار یک چند سخن بکنید. مثلا از کار می اومدن چگونه باید قبول کرد، چگونه پیشواز گرفتن شوهری که از کار مونده شده میاد و چگونه باید گسیل کرد به کار. کوشش میکردم به خونه می اومدم توفلیاشون دمشنیکاشون همش تیار میکردم بعضی محل بعد قهر می اومد تیز لباساش عوض میکردم پیش میآوردم میبرو خودم لباساش میبروردم خوبشوش پیش میموندم میگفتم ایره پوش اینو نزدیکش میپوشوندم برای خونه همه استولچش تیار بود دسترخوانش همه وقت تیار بود که میخورد میگفتم این شپوش برو کار تا برو ما پای کاری خودم میشیدم در آمدن پاپوشیش من میفهمیدم از راه گردیش که انا میگفتم پدرتون اومده که رفته پیشواز گرفت پیش اما گودکو میدویدم من خفایی گودکو همه چی میومدم میگفتم اومدی خیلی نقص کردی اکرد چی تا برو بعضی ما زیق میشد کورش پیش نمیره یا یکم کورش در عصبی میومد من نمیموندم که خیلی کار میرفتیم که اکه عصبی نشوم خب من بسیار محل خاموشم خیلی چی ندارم دل برداری میکردید گپی چی را ناز نمیبینم بسیار گپ هم ناز نمیبینم خواب میکردم همین خواب زندگی رو پیش میبرم. بنیادی عائله سالم و حیات خوب و نمونوی این خانواده ثمره صبر و تحمل و مهنت و زحمت‌های همیشگی آنها محسوب می‌یابد. ما بسیار مهنت میکنیم هر روز. این دیگه کاپوچینو ده. قریب همه میبگی و اخمون میبراید. من ناز میبینم این واخوری چرا ناز میبینم؟ نه که این مسیحچی ما نیم شوخی و نیم جدی مثلا 50 سال شد حیات اویله داری دارید چگونه همدیگر رو طاقت کردید؟ اوخه میگو کو دیگه کم دیدیم ما دیگه قریب کی نمیدیدیم اوخه خونه که
محبت نباشد، یکدیگر فهمی نباشد، حرمت نباشد، احترام نباشد، عشق محبت نباشد، او خانه پیش نمی رود. او خانه اویله پیش نمی رود. او اویله یکش دو نمیشد. بعد برای اویله یک دو شیدن دوی کلانسالار پدر و مادر گرفتن در کار، خسر خشتامون گرفتن در کار. 4 پیر و 4 تدبیر گفته هستند. خیلی من پدرم حرمت کنم، پدر مادری را حرمت کنم. همه تربیت کردن، همون ما رو دستگیری کردن، به این درجه ها رسیدیم. سؤال به میان می آید که کدام خصلت‌های حمیده انسانی بودند که تا به امروز عائله آنها را استوار نگاه داشتند. اویلی من خصلت‌های خوب داشت. آرام طبیعت است. گوش میکند. گویا که ما رو تربیت میکرد. همین زن مرد تربیت میکنه، این درست است. یک خصلت چی دارد که غیبت نفس نمیبیند. خصلت‌های شوهرم همش به ما معقول بود. در زندگی، در کار، در همه چی خطاگیش کمتره، برای که بسیارتر خواندگی است. آدمی خواندگی با خیلی خیلی آدمی نخوانده فرقیت کلان داره. یک سببی که پایه‌های عائله‌داری را ضعیف می‌گرداند از معیار زیاد بودن رشک میان همسرها میباشد. آیا این عائله در طول حیات خویش به یکدیگر رشک میکردند؟ رشک بود. عشق بی رشک نمیشه. این هرچ پیوست است. لیکن رشک از رشک فرق دارد. باید یکدیگر فهمی کردن در کار است. باوری کردن در کار. و دیگر اگر باوری نداشته باشه وای نمیشد. خیلی ها جای کار است. یک همکار شخصی گپ میزند، یک همکار شخص سلام میکند، یک گپ میزند، همینا رو بهانه کرده جنگ کردن، رشک کردن، این فایده ندارد. در کدام سن سال نباشد و رشک هست. لیکن رشک درست استفاده بردن کنید. به موارد باشد. من قطعی کلکتیو زنها بسیار کار کردم. میآمدن میگفتن که شوهر دم خیر، میگفت که من شوهرم باوری دارم. یا دیگه باید باوری باشد. فکر ندارم که رشک کرده باشم. رشک بسیارتر آدم به جنگ جنجال میاره. رشک بیهوده همه زندگی تا میشکنه. من رشک نداشتم، با کی گپ میزد و چی میکرد. بعضی موقع کار میومد این آدمی که در گرانو کار میکرد با مفتشی سود بود. روسو بودن، روسو آشنایی میکردن، میومدن که در هر دون در یه ماشین میشنیم را کار میگیر. بعضی موقع روشت یکم سرخی اما اوست خودم تازه میکردم تا دم یکی در نزد دیگران رفتن. من میخواستم که زندگی خودم خوب باشه. من میگفتم تو چی رو رشک نمیکنی؟ بدون رشک کنم اگر زندگیم پیش نمیره. جنگ جنجال زندگی میشکنه. از فیلسوف آلمانی کارل مارکس میپرسند که حیات چی است؟ میگوید که حیات مجموعه مناسبت‌های خوب انسانی است. خوردن، خواب کردن، ادامه نسل کردن، همه این چیزها رو حیوان هم دارد. و باز میپرسند که چی باید کرد تا حیات عائله‌داری ما خوب باشد؟ میگوید که شما مناسبت‌ها رو در محیط عائله‌داری خوب براه مانید، حیاتتان خوب می شود. یعنی بینندگان عزیز، مناسبت‌ها رو در محیط خانواده خوب براه میمونیم و یک عائله خوب و نمونوی و سالم خود را بنیاد میسازیم. خیر.